دوستان عزیز گرامی سلام و درود، امیدوارم که جور صحتمند باشین. از گزن روزگار در همون امی ساختی در کنار میگینین. آقای عالمی جان دیگه امروز بسیار امیت یک تیبی بسیار خاص زیده، امیت رنگونگش بسیار جلویه. ما نمیفهمم که چیکه امروز برادر ایت تیب و امیت رنگونگزی جلویه. آقای عالمی جان چطوری تیپس دید بخش بیننده بگی که امروز برادر رنگونگیت ما میگیرنم که بسیار خیلی خیلی امیت جلو نام خدا برادر تیپ دم برادر تیپ بسیار امیت گفته چیز که امیت قاقس پیش چیده. زنده باشی کرلای صاحب. از لطف شما در قدم اول ما سلام خدمت دوستا و خدمت بینندگان کربلای میدیا تقدیم میکنم. دیگه قسمی که شما گفتید یک کمک اره قاقس پیش لباس چیده تمیزتر پوشیدم. اره. منظورم که یک ذره آماده تر شدم به خاطر که بخیر یک مسافرت دارم به طرف کانادا. بعد از 11 سال 6 ماه امروز بخیر از اندونزی به طرف کانادا مسافرت دارم. خب بسیار دوستان عزیز دیگه بسیار خبری خوش، بسیار واقعا که یک از ام قطرهای ازمو این امروز بعد از این دیگه چیزی کم 12 سال بگه دیگه کارهایش جور شده به خیر خوبی دیگه. برادر دیل یک خانواده برادر که شاد میشه واقعا امروز دیگه این خانواده دیگه خبر داره دیگه از این رفتون تیم روز. حتما. آره خدا را شکر که اینم خانواده آدم یک خانواده که خوشحال میشه خیلی گبه. خود گل از ما خوب بر صورت دیگه خر از ما می بار را برده واقعا. هم خانواده در این سریس هم خود آدم که این امروز یک خانواده واقعا که دلش خیلی شاد شده دیگه. دوستان از یک خواهش از شما دارم که اگر میخواهید که می خانواده های کلگی از مو مسافرایی که در اینجا هستین شاد شنه یک دوای خیر در حق از مو کنین که مول زمین بلا تکلیفی و زمین جهنمی سبز خلاص شینیم که ساخت آقای عالمی لی اینمی ساخت یک تیبی خاص بزینی و رنگونگم اینمی ساخت گل بزینه دیگه. این مورو منگنی دیگه گفته چیز که یک لبخند بزینی دیگه معلوم نیه که از خدا از درون از ما خدا خبر باشه که در درون از ما برده چی میگذره دیگه. امیدوارم که یک دوای خیر در قزمو کنید که زمین جهنمی سبز خلاص شینی و ساخت آقای عالمی لی میت تیب دی و بخیر دیگه میتر رنگونگه جلو باری دیگه. آقای عالمی جان چی گفتنی داره بخشه امزی هم قطارای خود تو کنج باقی مونه؟ اولا امیر خان که میبینیم این مدت چند سال که ما با هم بودیم به مثل یک فامیل بودیم. از همه مشکلات سرگردانی که با هم داشتیم ایران که همگی ما درک کنیم. ما واقعا نگران مهاجرین در اندونزیا هستم. کسانی هستند که هنوز هیچ کدام خبری هنوز نشده برایشان دیگه. این واقعا جای نگرانیه و هر بارم که به سازمان تماس میگیرن اونم همچنان یک گپ های ناامید کننده برایشان میزند. و یک گپ ما فقط از کسانی که فامیلایشان در کشورهایی هستند که میتوانند حداقل کمک کنند به اولمی که فقط برای عضو فامیل که در اندونزیا هست میتونن کمک کنن حداقل اموار از به سرنوشت خلاص کنن. و دیگه و در ضمن اگر بتوانند مهاجرین که در اندونزیا است دست مهاجرین اندونزیا رو بگیرن واقعا خداوند خیر نصیبشان کنند دیگه. ما واقعا خودم بسیار نگران از هستم. بعد از 12 سال 13 سال هنوز مهاجرین در بلا تکلیفی قرار دارد. واقعا هیچ که درست دوستان عزیز دیگه اگر خیرین این اگر بودم فامیل شیم هم اینجا این خمو خودگونیم هم همین کلمینجی اگر دست یکی از مو رو بگیرین این دیل یک خانواده رو شاد نین واقعا دیگه. هم بخشی آخرت چیم خوبه هم بخشی اینمی که حال زندگی نین. خدا یک خیر نصیب شما مونه. امیدوارم که اگر یک کمک میتونین بخشی نظامی مهاجری اندونزی کنین نه کمک مالی که بتونین اینمی یک کمک کنین که نظامی یک کار بتونین که اینجی همین مهاجری افسرده را یک کمک کنین که همزی به سرنوشتی خلاص شنه دیگه. باشتی که آقای لالی هم اینجا دیگه بسیار میتر خوشحاله. بیا اینجا بیا رنگونگت خیلی جلویه. دوستان عزیز دیگه نفرات دیگه میتر از به خاطر ازی که خیلی سالها بی سرنوشت مانده دیگه همیت کارهای شنیدم که کمک شور خورده و خیر دیگه اگر چی شد در وقت رفتنش یک ویدیو مفصل میگیم در می زودیا
شاید پناه به خدا دیگه کارایش را بفته دیگه. دوستان عزیز، بازم از شما خواهش خواستم که یک دعای خیلی در حق زمین مهاجر کنین که ساخت آقای عالمی لیمیتر کارا جور شنه و بخیر نمی ساخت اونگه گل بزنه و از همین بی سرنوشتی خلاص شنه. واقعا آقای عالمی جان هم خیلی خوشحالیم، هم دی قضییم که سالهای 12 سال مثل یک فامیل یک جایی بودیم. برادر که ما مریض بودیم، برادر خیلی دمی مریضیم، خیلی به دردم خوردی، یک تشکری خاص منو مستو دیگه دیخ مشو از این برادر خوشحالیم که این 12 سال از بی سرنوشتی خلاص میشه دیگه. آرزونیم که به خیر خوبی به سلامتی سر و مقصد و منزل خوب برسی دیگه، از همین بلا تکلیفی خلاص شین، یک زندگی خوب و خوش بخشه تا آرزون. تشکر قبل فقط از خداوند آرزو منم که همه مهاجرین یک روز تمام شنه و به کشورهای دلخواهشان برسن. آمین آمین. تشکر از همگیش. پیشنی آقا را بخیر که موتر که اما در وقتی خداحافظی 100% پیشنیش ما خونم. وقتی که ما مریض بودیم خیلی قنجقه همکاری کرد و میدیده بیمارستان هم. البته اما آجای خیلی سرط قارم شدد نه؟ خب این تصفانه سیستم شفاخانه زیاد قسمه که زیادتر توجه نمونه به مریضین، بالخصوص به مهاجرین دیگه. این بسیار یک مشکلات جدیه که متاسفانه جریان داره. امیدوارم که من بتونه یک کمک سهولت بهتر بخش مهاجرین مهیا کنه. با خدا دکتر هم خونه بود، چی کاره بود که بخشی ترانسفر بود در نظرم نه؟ فکر کنم بود یک چیزایی بود. اگه نه 5 صبح هم داد ما را گفت که آماده شو که امروز مرخص میشه و خانه خراب. ما برادر گشتم مشتن نمیتونیم ما چی رقم مرخص شونو ما برادر خیلی سر آقا خیلی قار شده دومی چه فهمیدی. خب زندگی دیگه خیلی نمیساخت میگذره. بسم الله که دیگه آقای عالمی جان. دوستا دیگه یعنی آقای عالمی جان موتر شمده دیگه بخیره. یعنی دوستا جا و مکان از ما یعنی می ساخته دیگه را روی. آقای عالمی جان بیا بخیره دیگه. دوستان عزیز میگردیم که دقم جای زندگی نی لحظه خداحافظی آقای عالمی دیگه کنیقه دوستا.
جان خب آقای عالمی جان دیگه خمردیم هم دیگه. دوستان عزیز دیگه خدا رو شکر آقای عالمی جان دیگه موتر شماده دیگه این امروز دیگه کارایش جور شده بخیر دیگه عظیم کانادای دیگه. آقای عالمی جان دیگه از خداوند متعال آرزو که بخیر سفری بی خطر داشته باشه دیگه ان شاء الله که در کانادا بیرتی دیگه بسیار یک زندگی موفق و همینطور دیگه دل شاد داشته باشی دیگه. آمین آمین. خب دیگه خیلی عزیز دیگه آرزوی موفقیت دارم. مواظب خودتان همچنان دیگه ان شاء الله که سفری خوش داشته باشی. خدا نگهدار. دیدته آقای عالمی شیخ تاکو خب دیگه خدا حافظ دیگه بخیر باری دوستان عزیز دیگه این آقای عالمی دیگه بین موتر ششته دیگه بخیر باری. امیدوارم که سفری به خطر داشته باشی موفق و پیروز باشی. برو بخیر باری دیگه خدا یار نگهدار. دوستان دیگه نمو تقریبا چندین سال داخل نظامی ساختمان زندگی دیگه امروز دیگه یک از هم قطارهای ما آقای عالمی خدا را شکر کارایش جور شده بخیر عظیمی کانادا شده دیگه. منتظر چیه امید؟ دوستان عزیز دیگه واقعا آمدم از صمیم قلب خوشحاله. آمدم دیگه که یک از دوستان از مو از جمع از مو کم میشه آدم هم دیق میشه. واقعا من خودم هم خیلی از صمیم قلب خوشحال شدم. هم از اینکه از جمع از مو کم شد آدم احساس دیقی هم مونه. بازم خدا را شکر که کارایش جور شد بخیر رفت از این به سرنوشتی خلاص شده. دوستان دیگه یعنی جا و مکان از ما که ساختمان چندین سالا زندگی کردیم. قبلا این ساختمان هم زندگی میکردیم. بعد از این انتقال دیدم ما را یعنی دی حالی که زندگی دیگه. از دوستان عزیز خواهش کنم که بخیر از ما یک دعای خیر کنه که ما از این به سرنوشتی خلاص شیم و بخیر از این مملکت برد. دوستان عزیز دیگه نان گرم و تازه میگن دوستا دیگه جای دوستا خالی به چی نانی گرم دیگه. تا یک ویدیو دیگه خدا یار و مددگار از شما دوستان عزیز.